درد و رنج مذهبی اعتراضی بر درد و رنج واقعی است. مذهب آه و ناله مردم ستم دیده است. قلب دنیایی بی قلب، روح وضعیتی بی روح. مذهب آرام بخش و افیون مردمان است. انسان به مذهب نیاز دارد تا حیات ناخوشایند را برای خود تحمل پذیر سازد. بدون مذهب ادامه حیات در چنین دنیایی ناممکن است. دولت در انسان مذهب را که یک آگاهی تحریف شده نسبت به خود انسان است به وجود می آورند تا آنها را رهبری کنند. درود بر تمام دوستداران آگاهی. خیلی خوشحالم که در یک ویدئوی دیگه چشم و گوش خودتون رو به بنده میسپارید. در این ویدئو قصد دارم که حالا با مقدمه ای از کارل مارکس که خیلی واجب است و نیاز است برای ادامه ویدئو، تایتلی که برای تیتر گذاشتم رو مورد بررسی قرار بدم. منظور مارکس از اینکه بهشت و جهنمی در کار نخواهد بود چی؟ ابتدا باید یک مقدمه ای درباره مارکس، شرایط تاریخی بگم و سپس برسیم به این موضوع اصلی، چون اگه اینا رو ندونیم یه خورده برامون مشکل میشه. خب در قرن 18 یعنی از سال 1700 تا 1800 و در قرن 19 که میشه از 1800 تا 1900 شرایط کار خیلی وخیم بود. در قرن 19 در سال 1800 که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد و کلا صنایع به وجود اومدن، کارخونه ها به وجود اومدن، کارگران اومدن دست به آچار و پیشگوشتی شدن، شرایط کار وحشتناکی بود. به چه دلیل؟ به این دلیل که نظام سرمایه داری خیلی روی مردم سلطه داشت. کارگران می اومدن در کارخانه کار میکردن، ساعات بسیار زیاد و دستمزد کم. در معادن میرفتن کار میکردن، بعد به دست آوردن زغال، سنگ و نفت، تعداد ساعات بالا ولی دستمزد کم در حد روزانه. سرمایه‌داری در یک حد بسیار زیادی در اون قرن زیاد بود. اما بعدها فردی اومد به نام کارل مارکس که فکر نکنم هیچ فیلسوفی تا به اینجای تاریخ به اندازه اون طرفدار و پیرو داشته باشه. مثلا ما میگیم کانت از لحاظ نظری تاثیرگذار بود، یعنی اگه کانت نبود هگل و شوپنهاور و حتی مارکس هم نبود. یعنی کانت از لحاظ نظری روی فلاسفه تاثیر گذاشت، ولی کسی به اندازه مارکس انقدر در عمل تاثیرگذار نبود. مارکس اومد، حالا من نمیخوام زندگی نامش رو بگم چون در یک جستجوی ساده در اینترنت میتونید پیدا کنید راحت. من میام بیشتر اون چیزی که مارکس قصد داشت بگه رو بیان کنم. ابتدا اینو بگم که مارکس معتقد بود دولت یا حکومت وابسته به نظام یا اون قشر سرمایه‌دار یا بورژوازی جامعه است و سرمایه‌دار با بورژوازی رو فعلا یکسان میگیریم. دولت وظیفش چیه؟ ایجاد نظم، ایجاد رفاه اجتماعی، حالا کاری که دیگه هممون در جریان هستیم. کارل مارکس میگه در جوامع سرمایه داری که تمرکزش روی سرمایه و سود سرمایه است، دولت بر اساس منافع و اهداف قشر سرمایه دار کار میکنه. دولت به جای اینکه بیاد به همه بخشا به طور مساوی و عادلانه بررسی کنه اونا رو و کلا یک رفاه اجتماعی یکسانی داشته باشه، میاد منافع خودش رو و اهداف خودش رو متصل میکنه به منافع و اهداف قشر سرمایه دار و اون میشه یک نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر که اسمش رو کارل مارکس میذاره سلطه طبقاتی. یعنی یک طبقه بر مردم نظارت داره، دیگه دولت بر مردم نظارت نمیکنه، چون الان دولت و سرمایه یکی شدن، دیگه سلطه طبقاتی داره. بعد مارکس هم معتقده که کارگران انقدر که در شرایط وخیمی کار میکنن به خاطر دستمزد بسیار پایین، ساعات بسیار بالا، دیگه خودشون هم کم کم تبدیل به یک کالا شدن. مارکس اعتقاد داشت که کارگران کم کم دیگه به یک شیء تبدیل شدن، خودشون شدن کالا.
یعنی اونا رو استفاده میکنن برای اینکه کالا تولید بشه، چون هدف از قشر سرمایه‌دار تولید و ایجاد سوده. خب دیگه وسیله کارگر باشه چه نیازی است بهش توجه کنن؟ پس این اصطلاح شیء شدگی رو به وجود میاره. حالا اصطلاحات دیگه داره مارکس، مثل از خود بیگانه شدن یا دیالکتیک تاریخی، که اونا بحث‌های یکسر مربوط به هگل و اینا که محتوای بیشتری و در ویدیوهای دیگری مورد بررسی قرار بگیره. برسیم به اصلی. این که منظور مارکس از این جمله توی تیتر گذاشتم چیه؟ مارکس میگه به خاطر شرایط اجتماعی که قشر سرمایه‌دار به وجود آوردن و اینکه یه طبقه پول زیاد داره، یه طبقه کارگره و پرولتاریاست و ضعیفه، درد و رنج در بین مردمان زیاد شده. چون اکثر مردم که فقیر یا متوسط هستن، قشر سرمایه‌دار نهایتاً 4 الی 10% از جمعیت کشور تشکیل بده. پس اکثر مردم در فقر مالی به سر میبرن. این افراد وقتی فقر مالی داشته باشن درد و رنج دارن. مارکس میگه مذهب و دین افیون یا آرامش بخشیه برای درد و رنج مردم. مارکس اعتقاد داشت که یک دین، حالا یک مذهبی، اعتقاد به خداوندی، اعتقاد به آخرت و بقایی، مردم یک مسکنی باشه برای این درد و رنجشون. طرف یک نفر رو میبینی که ازش ثروتمندتره و میدونه نمیتونه به اون ثروت به اون برسه. یعنی مثلا من کارگرم، کارفرما رو میبینم که خیلی ثروتمنده، چون میدونم نمیتونم به اون مقام و اون ثروت برسم، به خداوند اعتقاد پیدا، به آخرت اعتقاد پیدا میکنم، به بهشت و جهنم. چون اگر در اینجا عدالت رعایت نشه، من قاعدتا در اون دنیا عدالت برای من رعایت میشه. در اینجا اگر فقیر باشم، اون پولدار، در اون دنیا همه یکسان هستیم. پس من معتقد میشم به دین، مذهب و آخرت و بهشت و جهنم. اما مارکس میگه به جای اینکه روابط اجتماعی ما بدین شکل باشه بر اساس سرمایه، اگه روابط بر اساس عقل و یک رابطه معقول اجتماعی باشه و عدالت و برابری اجتماعی پیش بیاد، دیگه نیازی به مذهب نیست. مارکس نمیخواست مذهب رو کلا ملغا کنه یا کلا از بین ببره، بلکه میگفت در این جامعه‌ای که کلا برابری اجتماعی باشه دیگه اصلا مذهب نیاز نیست. چرا؟ چون افراد در اون برابرن، دیگه نیازی نمیبینن که بخوام به خداوند یا مذهبی اعتقاد داشته باشن، آرامش رو دارن. و مارکس میگه حتی این آرامش مذهبی که حالا افراد پردر درد و رنج دارن از لحاظ اقتصادی، به خاطر نظام طبقاتی بالادستی هست. مثلا سرمایه‌داران یا حکومت‌ها میان مذهب رو احترام میکنن، به جون مردم میندازن تا اون افراد اون درد و رنج حالشون نشه، به عنوان یک آرام بخش باشه. پس مارکس میگه اگه وقتی عدالت اجتماعی در همین دنیا برقرار باشه، نیاز به عدالت در دنیای دیگر نیست. مذهب دیگر نیازی نیست. مذهب صرفاً یک آرام بخشیه برای درد و رنج‌های مردم. وقتی انسان‌ها در همین دنیا آرام باشن، برابر باشن، در جنگ و ستیز نباشن، دیگر به مذهب نیازی نیست. این بود بحث من در این ویدیو. امیدوارم برای شما مفید بوده باشه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید. اگه احساس میکنید که این ویدیو میتونه مفید باشه برای دوستاتون، حتما براشون ارسال کنید و به اشتراک بذارید. سابسکرایب هم فراموش نکنید. سپاس.